کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 فوریه بر پایه معلومات ریاست این نهاد در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که شبانه روز گذشته دقیقاً ساعت 13:40 دقیقه در کیلومترهای 51 و 53 راه ماشینگرد روشن برتنگ که از طریق روستای درجام می‌گذرد دو حادثه لغزش ترمه به قید گرفته شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت برای پاکسازی راه‌ها خدمات راه‌های وزارت نقلیات جمهوری تکنیک مخصوص جدا کرد که شبانه روزی نوبه‌داری می‌کند و پیامدهای هر آفت سر وقت برطرف کرده می‌شوند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبلا درباره فرو ریختن دست کم 7 ترمه در صحنه 13 فوریه در راه‌های خاروق اشکاشم و فرآمدن باز دست کم 5 ترمه در صحنه 14 فوریه در راه‌های خاروق اشکاشم و روشن برتنگ خبر داده هشدار داده بود که در پی گرم شدن هوا در راه‌های کوهستانی کشور از جمله در راه‌های دوشنبه عینی، رشت سنگوار، ونج روشن خاروق اشکاشم دست کم تا 16 فوریه خطر فرآمدن ترمه‌ها و ریزش سنگ بلند باقی میماند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همانا از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که هنگام سفر از طریق راه‌های کوهی خیلی احتیاطکار باشند. خودداری از سفرهای بی ضرورت همیشه خوب است. رانندگان باید هنگام سفر در چنین راه‌ها فاصله را رعایت کنند و از بالا بردن سرعت حرکت خودداری نمایند.